به نام خدا. در طراحی وبسایت ها خیلی اوقات بنا به دلایل مختلف نیاز هستش تا عملیات ریدایرکت انجام بشه. عملیات ریدایرکت توسط PHP، توسط جاوا اسکریپت و توسط HTML قابل انجام هستش. اینجا صفحه نمونه خودم رو باز میکنم. فرض میکنیم که میخوایم بعد از 5 ثانیه نمایش محتوای این صفحه بعد کاربر رو به یک وبسایت دیگه یا یک صفحه دیگه هدایت بکنیم که خب فرض رو اینجا بر این میگیریم که میخوایم کاربر رو به صفحه اول وبسایت آنلاینر هدایت کنیم. بسیار خوب. اینجا به کاربر اعلام میکنیم که شما بعد از 5 ثانیه به onliner.ir هدایت خواهید شد. در تگ متا که با اتریبیوت کانتنت و HTTP equivalent در حقیقت تکمیل شده و قبلا عرض کردیم که این خط رو و این تگ رو برای فارسی نوشتن در صفحات وب مورد استفاده قرار میدیم. اینجا میتونیم که اینجا در حقیقت میایم و با مقادیر مختلفی که برای این دو اتریبیوت قرار میدیم اعلام میکنیم که میخوایم این صفحه ما ریفرش بشه. در قسمت HTTP equivalent ما کلمه ریفرش رو مینویسیم و در قسمت کانتنت زمان مورد نیاز بر حسب ثانیه که خب اینجا 5 ثانیه هست رو من مینویسم، سمیکالون میگذارم و بعد از اون آدرس مورد نظر رو به صورت کامل مینویسم. نتیجه تفسیر این خط در این فایل این میشه که 5 ثانیه این فایل HTML به کاربر نشون داده میشه و بعد از اون ریدایرکت میشه. بسیار خوب. فایل مورد نظر رو باز میکنم. میبینیم که محتوامون اینجا داره نشون داده میشه و بعد از 5 ثانیه ریدایرکت میشه و به صفحه وبسایت onliner.ir هدایت میشه. خب این دیرکشن رو LTR میکنم. پس یک بار دیگه مرور داریم. با استفاده از اتریبیوت کانتنت ابتدا مقدار عددی مورد نظر، سمیکالون و بعد آدرس مورد نظر و در قسمت HTTP equivalent هم کلمه ریفرش رو می نویسیم. بعد در تگ بادی هر محتوایی که داشته باشیم نشون داده میشه. شما میتونید اصلا یک صفحه وب کامل داشته باشید و بعد از مثلا 30 ثانیه بخواید این ریدایرکت رو انجام بدید. اینجا به جای 5 ممکنه 30 داشته باشید و یا هر چیز دیگه. و این هم مروری بر نتیجه نهایی کار که میبینیم بعد از 5 ثانیه که محتوا به صورت کامل نشون داده میشه به آدرسی که تعیین کردیم ریدایرکت میشه.